مقامات دوام سال گذشته فروش ده‌ها نسخه کتاب‌های پس‌صفت را جلوگیری کردند. مسئولان وزارت فرهنگ که نظارت از بالای صفت و محتوای کتاب‌ها بر دوش آنهاست میگویند اکثر چنین کتاب‌های پس‌صفت از جانب صاحبکاران انفرادی نشر شده است. کتاب‌های زیاده که به طور قاچاق وارد میشن یا که در مؤسسه‌های خصوصی نشریوی مطبعه‌های خصوصی نشر میگن مصادره گردید. مطبعه‌های خصوصی هم برای ارزان هم برای دسترس کردن اثرهای نادر در صفت پست با استفاده مثلا کاغذ با استفاده محصولاتی که برای نشر لازم است اونا در صفت پست پیشنهاد خوانندگان میگردانند. این دو نسخه یک کتابی آموزش زبان انگلیسی است که یکی اصل دیگری نسخه برداری شده است. ارزششان از همدیگر یک برابر فرق دارد. کتاب فروش ها میگویند نسخه اصل چاپ ایران است و با زیاد بودن طلبات تاجران نسخه ارزان آن را هم به بازار برآوردند. نسخه کپی شده رنگ های خیره دارد و صفت کاغذ هم خیلی پست است. با گفته کتاب فروش ها بیشتر کتاب های پس‌صفت کتاب های بچگانه اند یا کتاب هایی که برای آموزش علاوگی پیش بینی شده اند. هنگام تهیه گزارش در چند دکان کتاب های نسخه برداری شده را دیدیم. با صفت خوب چاپ کردن کتاب ها عزیز نقیبزاد که در طبع و نشر کتاب تجربه دارد ریدهای مقامات را در دکان های کتاب فروشی حل مسئله نمیداند. شاید 30% کتاب های درسی نمیرسند. مثلا کتاب های صنف 11 پارسال همگی 2 تایش وجود داشت. این سال با 2-3 نمود دیگرش نشر کردم. هنوزم چندین کتاب های درسی هست که از جانب وزارت چاپ نشدند. من این کتاب ها را صاحبکارهای انفرادی نشریات های خصوصی در اکثر حالت پنهانی چاپ میکنند و با صفتی پست. با وجود جای داشتن کتاب های پس‌صفت در دکان ها هم کتاب فروش ها و هم مسئولان وزارت فرهنگ بر خوب شدن صفت کتاب ها نسبت سالهای پیش تاکید میکنند. وارد نمودن تجهیزات معاصر چاپی امکانیت داد که سطح صفت نشر کتاب های هم درسی هم کتاب های بدیهی بالا رود. پس بودن صفت چاپی کتاب ها یک طرف، محتوای بعضی کتاب ها هم باعث زیاد شدن غرم کتاب در برخی دکان و انبارها شده است. آدمان صاحب منصب از خواهش میکنند که کتابی کدام خیششان یا که همشهریشان را چاپ کنند. همون کتاب ها به فروش نمی رود و انبارخانه نشریات عدی پر از کتابی محتوایش بگیم که سوست پر است. قانونگذاری برای طبع و نشر غیرقانونی کتاب‌ها جریمه تعیین کرده است. حتی نشریات‌های خصوصی را برای این عمل می‌توانند بندند. ولی نرخی نسبتاً پست باعث شده است که خریداران صفت پست را صرف نظر کنند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.